در مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ سوگدیان با اشتراک معاون رئیس شهر خوجند ایوب جان رحمتزاده، مدیران شعبه بخش‌ها و هنرمندان آزمون شهری استحصال محصولات سیاحی و ارمغان بهترین برای سیاحان برگزار و غالبان معین گردیدند. در آزمون بیش از 20 نفر داوطلبان محصولات دستی خود را از قبیل ارمغان‌ها، کارت‌ها، محصولات مهره بافی، قالین بافی، دوزندگی و رسامی را به معرضی تماشا گذاشتند. رحمت به پرزیدنتی محترممو که سال 2019 و 2021 را رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند و ما صاحب زنها خانشین‌ها این کارهای خودمان را ادامه داده ایستاده‌ایم. سال 2018 من گرانت رئیسی شهر را گرفته به کارگاه خودم مبلغی گرفتم را صرف نمودم. با کارهای گرپچه دوزی و گرپه دوزی مشغول هستم. این هنرهای اجدادی من میراثی می باشد که از بیبی خودم یاد گرفتم. هیئت حکمان بعد بازدید آزمون را جمع‌بست نمودند. همینطور جای یکم به هنرمند موجوده حکیم و مقام دوم به هنرمند مطلوبه نیازوه و زینه سوم به رسام خالق دولت داده شده. ایشان متناسباً با دیپلم‌های درجه 1، 2، 3 و تحفه‌های پولی سرفراز گردانده شدند. تأکید گردید که مقامات اجرایی حکم دولتی شهر خوجند منبع نیز برای رشد دادن ساحه سیاحی و تحکیم اینفراستراکچور آن از تمام امکانات استفاده خواهند نمود. جایز به ذکر است که آزمون مذکور جهت تامین اجرای اقدام نیکبینانه اساسگاه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان جهت اعلان کردن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و قرار رئیس ولایت سوق از 15 فوریه سال 2019 قرار رئیس شهر خوجند از 6 می سال 2019 درباره گذراندن آزمون شهری در بین هنرمندان عاید به استحصال محصولات سیاحی و ارمغان بهترین برای سیاحان روی کار آمده است.